سلام به چنل من، خوش اومدید. اینجا محیطوره و من محی امروز با تفریحات عید در خدمتتونم. این قسمت معرفی کتاب. خب خیلی خوش اومدید به چنل من. قراره تو این چنل کلی اتفاق خوب بیفته، قراره کلی با هم آموزش خوب، آموزش باحال، آموزشای چیزای عجیب غریب که تا حالا شاید کم نظیره و شاید بی نظیره و بعضی هم ممکنه تکراری باشه. زر میزنم بعضی وقتا، ولی به هر حال مهم اینه که چیزای جذابی تو این کانال قرار ببینید، اتفاقای باحال، ویدیوهای خیلی جذاب. حتما کانال سابسکرایب کنید، به دوستاتون معرفی کنید، لایک و کامنت هم یادتون نره. خیلی خوب، بریم سراغ معرفی کتاب. امروز 6 تا کتاب قرار بهتون معرفی کنم که تو ایام عید که بیکارید و تعطیلاتید و دوست دارید وقتتون مفید بگذره، این کتابا رو بخونید، لذت ببرید و عشق کنید. بریم برای کتاب اول. جاناتان مرغ دریایی، اثر ریچارد باخ. اگر دوست دارید برای سال جدید کلی انگیزه پیدا کنید، کلی امید پیدا کنید، اگر آدم بلند پروازی هستید و دوست دارید یه چیزی بخونید که به انگیزه هاتون بالا پر بده، جاناتان مرغ دریایی فوق‌العاده است. خود همین کتاب یه خلاصه خیلی جالب براش نوشته که من براتون میخونم. این داستان درباره رسیدن به اهداف والا در زندگی، اگرچه این اهداف در تضاد با هنجارهای جامعه و اطرافیان ما باشند. داستان جاناتان از طریق استعاره پرواز به ما نشان میدهد اگر رویاهایمان را دنبال کنیم، ما نیز میتوانیم. مرغ دریایی توی این قصه به اسم جاناتانه که دوست داره پرواز کنه به جاهای بلندتر، به جاهای دوردست‌تر و زندگیش رو یک چیزی فراتر از خوردن و خوابیدن و کنار دریا پرواز کردن میدونه. برای همین یه بال و پر قشنگ برای انگیزه های شماست. دوست داشتم کسی جای منتظرم باشد، اثر آنا گاوالدا. دوازده تا قصه جالب که میتونید هر روز نوروز، تعطیلات عید یکیشو بخونید. یکی از یکی جذابتر، دراماتیکتر و مهیج‌تر. با قصه های آنا گاوالدا شما به دنیای عجیب نویسنده کشیده میشید و باید بهتون بگم یه جوری شما رو درگیر میکنه، یه جوری شما رو میکشه به عمق قصه که ممکنه روزها به اون قصه کوتاه فکر کنید. آنا گاوالدا، دوست داشتم کسی جایی منتظرم باشد. کتاب سوم، گیرنده شناخته نشد، اثر کاترین کریسمن تیلور. یک داستان به شدت کوتاه، شدیداً جذاب و دوست داشتنی. به قدری این قصه کوتاه شما رو شگفت زده و شوکه میکنه که دلتون میخواد بارها و بارها این 30-40 صفحه رو دوباره بخونید. برای همین هیچ خلاصه ای ازش نمیگم، فقط یادتون باشه گیرنده شناخته نشد. کاترین کریسمن تیلور. رولد دال نویسنده رمان جذاب ماتیلداست. یه رمان کودک که شما رو همراه خودش میبره به دنیای بچگی ها با اتفاقای کودکانه خیلی بامزه، خیلی دوست داشتنی. اگه میخواین یه حال و هوای جدید به زندگیتون بدید، اگر میخواید چیزای یه بچگونه خیلی شیرین رو تجربه کنید که برای دنیای بزرگسالا هم متفاوت و دوست داشتنیه، حتما ماتیلدا رو بخونید. یه دختر کوچولوی بامزه دوست داشتنی که شما رو از کارهای بامزه که انجام میده به شوق و وجد میاره.
اولین باری که من و دوستم کتاب ماتیلدا رو گرفتیم همونجا کنار کتاب فروشی نشستیم و بالای بیشتر از نصف این کتاب رو خوندیم. بالا چیه؟ بیشتر از نصف این کتاب رو خوندیم. انقدر این کتاب جذاب و دوست داشتنیه. یکی از بهترین گزینه‌ها برای تعطیلات نوروز و پیشنهاد 4 من. کتاب 5. کتاب 5 قلب سگی. کتاب 5. یه قصه جذاب به قلم میخائیل بولگاکوف. یه دکتری که روی یه سگ عمل جراحی انجام میده و تبدیلش میکنه به یه سگ و اون سگ شهروند کشور کمونیستی شوروی میشه و اتفاقاتی که براش میفته. قصه خیلی جذاب و دوست داشتنیه. حتما بخونینش. از اینکه تا آخر منو تماشا کردید ازتون تشکر میکنم. کانال رو سابسکرایب کنید، اون زنگوله رو هم به صدا در بیارید تا ویدیوهای بعدی بهتون نشون داده بشه. کامنت بذارید و بگید از چی خوشتون اومد، از چی بدتون اومد. به من کمک کنید تا ویدیوهامو بهتر بکنم، تا میزبان خوب برای نگاه‌های قشنگ شما باشم. شب و روزتون بخیر. خدا نگهدار.